و همه مجموعه ها، اهم از برادران عزیزم در وزارت اطلاعات، برادران عزیزم در اطلاعات فراجا و مجموعه اطلاعات سپاه، عدد قابل توجهی از افرادی که در حال به اصطلاح اقفال شدن بودن رو زنگ زدیم، تذکر دادیم. آقا شما یه راه اشتباهی دارید میرید، توجه بکن. بعضی از اینها یه مقدار حرکتشون تندتر بود، دعوت کردیم، یک عدد قابل توجهی رو دعوت شدن و باز رو در رو نشستن، بچه همون صحبت کردن که شما اشتباه دارید میکنید، یک حرکت هایی دارید انجام میدید که به ضرر خودتون تمام میشه. بعضی از اینا خطاشون بالاتر از این بود، احضار شدن و با اونها با صحبت شد، ارشاد شدن، راهنمایی شد. بعضیاشون خطاشون برجسته تر بود، مخصوصا ادامه بودن، دستگیر شدن. اینا همه رو تا قبل از جنگ، تا قبل از شروع فتنه اخیر. یعنی فقط در مجموعه مثلا سپاه پاسداران اسلامی که اتفاقا سوژه‌های قابل توجهی هم تو همین ایام برخورد شد، 2735 نفر دعوت و احضار شدن و ارشاد شدن، تذکر گرفتن و 13,000 نفر به صورت تلفنی و پیامکی به این شیوه به حساب مطلع شدن. تعداد قابل توجهی سلاح‌های به اصطلاح غیر مجاز کشف شد، بالای 1-2-3 هزار تا سلاح کشف کردیم و قریب 50 نفر کسانی که مستقیما با سرویس‌های مثل موساد کار میکردن دستگیر شدن و بعضی از افراد دیگری دستگیر شدن که اساسا رفته بودن در یک فضایی تحت تاثیر فضای مجازی، تصور کردن که نظام در یک مرحله پرتگاهی قرار گرفته، حتی برنامه‌هایی رو برای آینده داشتن تدوین میکردن، جلسات داشتن. اینها رو همه قبل از اینکه برسه به این ایام فتنه دستگیر شدن و در نزدیک به 2 ماه، بیشتر از شاید 2 ماه قبل از اینکه به ایام فتنه برسیم، یک مرحله 7گانه از مراحلی که دشمن طراحی کرده بود رو به صورت مکتوب به اطلاع مجموعه مسئولین نظام رسوندیم که دشمن قصد داره یک همچون حرکت‌هایی رو انجام بده.